سلام رفقای ماه پنهان. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از پرقدرت ترین و هیجان انگیزترین عنصر عالم. عنصری که همیشه نماد زندگی، حرکت و شور بوده. بله، درست حد زدی، عنصر آتش. اگر فروردین، مرداد یا آذر به دنیا آمدی، تو هم جزو خانواده آتشی‌ها هستی. ولی حتی اگه نباشی، شناختن این عنصر میتونه بهت کمک کنه آدمای اطرافتو بهتر درک کنی. پس تا آخر ویدیو با من بمون، چون قراره بریم دل شعله‌ها و رازای پنهون آتش رو کشف کنیم. آتش یعنی حرکت، یعنی هیچ وقت نمیمونه سر جاش. آدمای آتشی پر از انرژی‌ان، همیشه دنبال کارهای جدید، تجربه‌های تازه، ماجراجویی‌های هیجان انگیز. تو هیچ وقت نمیتونی یه آتشی رو توی قالب محدود نگه داری. براشون زندگی یعنی کشف کردن و جلو رفتن. آتش فقط نمیسوزونه، روشن هم میکنه. آدمای آتشی قدرت عجیبی تو خلق ایده دارن. ایده ها مثل جرقه از هیچ جا میاد توی ذهنشون. اونا میتونن تو تاریکی چراغ روشن کنن. به همین خاطره که خیلی وقتا رهبرای فکری یا خلاق‌ترین آدمای جمع همون آتشی‌ها هستن. زندگی برای آدمای آتشی سیاه و سفید نیست، یا همه چیز یا هیچ چیز. وقتی چیزی رو بخوام با تمام وجود میرن دنبالش. شور و اشتیاقشون مثل یک شعله بزرگه که همه اطرافیان رو هم گرم میکنه. این آدم‌ها باعث میشن بقیه هم انگیزه بگیرن. عنصر آتش همیشه نماد قهرمان ها بوده. آدم های این عنصر توی لحظه های سخت عقب نمیکشن، جلو میرن، تصمیم میگیرن و بقیه رو هم همراه خودشون میکشن. براشون مهمه که اولین باشن، پیشرو باشن، راه رو روشن کنن. همین ویژگی باعث میشه خیلی وقتا به طور طبیعی رهبر جمع بشن. اما یه چیز دیگه هم هست. آتش همیشه ثابت نمیمونه. گاهی خیلی زود روشن میشه، همونقدر زود خاموش میشه. آدم‌های آتشی گاهی خیلی هیجان زده میشن، همه چیزو با شور شروع میکنن، ولی اگه علاقهشون از بین بره دیگه ادامه نمیدن. این ویژگی باعث میشه زندگی با اونا پر از هیجان باشه، ولی گاهی هم غیر قابل پیش بینی. رابطه با یه آتشی یعنی عشق پرشور و پرحرارت. اونا وقتی عاشق میشن با تمام وجود عاشق میشن. احساساتشون سطحی نیست، همیشه عمیق و پر از هیجانه. ولی یه نکته است، اگه این شعله خاموش بشه خیلی سخت دوباره روشن میشه. آتش همیشه نور میده، حتی توی تاریکی مطلق هم یه شمع کوچیک میتونه همه چیز رو روشن کنه. آدمای آتشی معمولاً خوشبینن و امیدوار. اونا سریعتر از بقیه از سختی‌ها رد میشن، چون همیشه نیمه پر لیوان رو میبینن. این ویژگی باعث میشه کنار اونا بودن پر از انرژی مثبت باشه. با همه قدرت، شجاعت و رهبری، ته دل آتشی‌ها همیشه یک کودک بازیگوش هست. کسی که عاشق خنده و بازی و هیجانه. اونا هیچ وقت پیر نمیشن، چون روحشون همیشه جوونه. خلاصه که بگم، عنصر آتش یعنی انرژی، الهام، عشق، شجاعت، زندگی. آدمای آتشی مثل شعله‌هایی هستن که دنیا رو گرم میکنن، روشن میکنن، گاهی هم میسوزونن. با اونا هیچ وقت زندگی تکراری و سرد نمیشه. پس اگه توی زندگی یه آتشی داری، بدون که یه موتور محرک قوی کنارته. حالا نوبت تویی که بهم بگی تو عنصر آتشی. یه کسی رو داری که عنصر آتش باشه؟ بهم بگو توی کامنت که کدوم از این ویژگی ها رو بیشتر دیدی. لایک و سابسکرایب یادت نره رفیق. عاشق همه تونم.